هم سالاده، هم یه پیش غذای خیلی خوشمزه و در نهایت یه ساندویچ سوسیس خیلی خوشمزه و عالی. سوسیساتون رو به همین شکلی که در تصویر دیدین ورقه‌ای کنید. داخل روغن سرخش کنید. حالا سیب زمینی هاتون رو پوست بگیرید و به تکه های بزرگ خوردش کنید. در نهایت سیب زمینی ها رو هم سرخ میکنیم. همون اوایل سرخ کردن سیب زمینی حتما بهش نمک اضافه کنید. بعد از اینکه سیب زمینیامون سرخ شده از روغن در آوردیم، برای اینکه روغن اضافیش رو بگیریم حتما سیب زمینیاتون روی یه دستمال پهن کنید تا روغنش گرفته بشه. حالا توی یه ظرفی کاهوهای شسته و خرد شده، سیب زمینی های سرخ شده، سوسیس سرخ شده و گوجه فرنگی هایی که خیلی نازک برش زدیم به همراه قارچ سرخ شده روی هم میریزیم و این میشه یکی از خوشمزه ترین آیتم های که میتونید سر میز مهمونیتون